نیروی قدرتمند و نامرئی وجود داره که در اطراف ما بدون اینکه متوجه بشیم در حرکته. نیرویی که سرمنشأ تقریباً تمام شرایط جوی نامساعد بر سیاره ماست. این نیروی باده. در این برنامه کشف میکنیم چگونه باد این آب و هوای نامساعد رو ایجاد میکنه. قادر به انجام چه کاراییه و تا چه حد سریع میتونه حرکت کنه. ما میخوایم سرعت یک گردباد رو اندازه بگیریم. ما آتش ایجاد خواهیم کرد تا ببینیم چگونه باد تبدیل به گردبادی چرخنده میشه و اولین انسانی خواهیم شد که در وسط یک گردباد پیچان راه رفته است. میخوام برم داخلش. گفته میشه که این مکان بدترین شرایط جوی رو در جهان داره. مکانی به حدی ممنوعه که فقط نترسترین و شجاعترین ها میخوان اونو تجربه کنن. شاید حد زده باشید میخوایم از کجا شروع کنیم. اینجا کوه واشنگتن در نیو همشایر در ایالات متحده. معمولاً انتظار نمیره که در نیو انگلند آب و هوای نامساعد پیدا بشه. اما در 12 آوریل 1934 ایستگاه آب و هوایی کوه واشنگتن یکی از سریع‌ترین بادهایی که تا به امروز در جهان ثبت شده رو گزارش کرد. 231 مایل یعنی 370 کیلومتر در ساعت. در واقع بادها در اینجا حدود 100 روز در سال از سرعت تندبادها هم بیشتر می‌وزن. اینو در طول چند دقیقه دیگه خوب به خاطر بسپارید، چون من میخوام کمی در بیرون قدم بزنم. خیلی خوب، باید حسابی خودم رو آماده کنم. کاری که این اطراف جز کارهای هر روز حساب میشه. نه تنها میتونم از اینجا صدای بادو بشنوم، حتی میتونم حسشم بکنم. کل این مکان در حال لرزیدنه. نه عینک یادم داشت میرفت. میدونید اینو نزنم تخم چشمام فقط با 2-3 دقیقه بیرون موندن منجمد میشن. خیلی خوبه. اینم بهترین کلاهیه که دارم. با این اصلا سردم نمیشه. خب اینم برای این که بینیم نیفته، چون خیلی بد میشه. دیگه نمیتونم هیچ وقت عینک آفتابی بزنم. خب حالا دستکش‌های کوچیک. بعد از این دستکش‌ها رو دستم میکنم. اول دستکش‌های کوچیک و بعدم دستکش‌های بزرگ. اینم از این. البته هیچ کس منو مجبور نکرده که برم بیرون، ولی دیگه مجبورم دیگه، کارمه. داخل خونم سرده ها. دیگه چیکار کنم؟ باید برم دیگه، کارم. در این لحظه فکر میکنم باید شما رو تا حدی در جریان اتفاقی که در حال روی دادنه قرار بدم. سبکترین بادی که میتونید رو صورتتون حس کنید حدود 4 مایل در ساعت سرعت داره. به اندازه‌ای که میتونه این روزنامه رو تکون بده. 15 مایل در ساعت چتر شما رو با خودش میبره. 25 مایل در ساعت میتونه یک صندلی چوبی رو جابجا کنه. 30 مایل در ساعت
میز و صندلی‌ها رو با هم به حرکت در میاره. چهل و 45 مایل در ساعت تقریباً طوفانی میشه و وسایلی رو که به نظر محکم در سر جاشون ثابت هستن به جابجا شدن وامی داره. و سرعت 50 مایل در ساعت حتی ساختمان‌های کوچکم تکون میده. خب حالا برای چی من اینا رو به شما میگم؟ چون در کوه واشنگتن سرعت باد 65 مایل در ساعته. البته این سرعت ثابت نیست، میتونه حتی به 80 مایل هم برسه. شاید باورتون نشه ولی الان اینجایی که من وایسادم در اصلاً بادی نمیاد، چون من الان در وسط ساختمون هستم. باد در اون قسمت خیلی زیاده، خیلی، و تنها راه نشون دادن اون اینه که من برم اون قسمت رو دقیقاً توی باد بیستم. خب البته 2 تا فیلمبردارم هستم که میخوان با من بیان و صحنه رو برای شما فیلم بگیرن. خب حالا میخوایم بریم شروع کنیم. بریم. باد نمیاد، میدونین اون بادی که باید بیاد نمیاد. خیلی خوب داره شروع میشه. فکر میکنم داره شدید میشه. اوه باد اینجا خیلی شدیده، واقعا شدیده، خیلی شدیده. خب این باد تقریبا 65 شاید هم 70 مایل در ساعت باشه، اما جای تعجب نداره، در این مکان شدیدترین بادی که تا به حال توسط نوع بشر ثبت شده وجود داره و اونم 231 مایل در ساعت بوده. واقعا فکر میکنید همچین بادی چه حسی به آدم میده؟ خیلی حال میده. شما میتونید وزن خودتون رو به پوند حساب کنید، مثلا حدود 160 یا 180 پوند، و بعد اونو نصف کنید. عددی که به دست میاد سرعت بادیه که میتونه برای شما مشکل ساز بشه، که برای من تقریبا همین سرعت باده. 3 تا از سیستم های طوفان‌زا در اینجا قرار دارن. الان اون قسمتی که پشت سر من قرار داره تو اون گوشه یکی از در معرض بادترین نقاط اینجاست. حتی میتونه بادخیزترین نقطه در کل این کوه باشه. اوه اما اکثر مکان‌ها سیستم‌های طوفان‌زا دارن. پس چرا اینجا تا این حد باد میوزه؟ نگران این نباشین، گفتن فقط برای احتیاطه. خب کلاه منو در نظر بگیرید، چیزی که مقصر این اتفاق بود. فرض کنید این کوه واشنگتنه و این پنکم بادیه که میوزه. همطور که میبینید باد به قله کوه برخورد میکنه. در مایل ها اطراف کوه واشنگتن چیزی وجود نداره، بنابراین حتی با وجود اینکه تپه های اینجا و اینجا قرار دارن و یه شهر و یه پیست اسکی هم اینجا هست، اونجا برای بادی که به کوه واشنگتن برخورد میکنه هیچ تفاوتی ایجاد نمیکنه. اونا تا این حد مرتفع نیستن که بتونن جلوی بادو بگیرن یا حتی اونا پراکنده بکنن. پس تمام بادی که وجود داره با قله کوه برخورد پیدا میکنه. اما یه دلیل دیگه هم برای بادخیز بودن اون بالا وجود داره و اونقدر پیچیده است که برای توضیحش ما به یک کلیپ بورد نیاز داریم. تمامی شرایط جوی ما در تروپوسفر، پایین ترین لایه جو که حدود 11 مایل با زمین قرار گرفته اتفاق میافتن و این لایه یه جورایی مثل یه سقف عمل میکنه. درست مثل زمانی که نیمی از سر شلنگی رو با انگشتتون میبندید و آب با قدرت بیشتری بیرون میاد، چون از یه شکاف باریک با فشار بیرون میاد. این اتفاق دقیقاً در اینجا هم رخ میده. خیلی جالبه. در اینجا هم اتفاق میفته. باد با فشار وارد این شکاف بین قله کوه میشه که یه شکاف باریکه، در نتیجه سرعتش بالا میره. پس به این دلیله که همیشه در بالای کوه یا تپه شدت باد بیشتره. باد فقط هواست که از یه مکان به مکان دیگه با سرعت زیاد حرکت میکنه و وقتی به شکاف‌های باریک وارد میشه سرعت میگیره.
و وقتی به موانع برخورد میکنه سرعتش کم میشه. بادهایی در نزدیکی زمین قرار دارن که در همون محل میوزن و بادهایی هم در فراز آسمان قرار دارن که فاصله های زیادی رو طی میکنن و این اطلاعاتیه که شما میتونید از اونا به نفع خودتون استفاده کنید. خب اینجوری میتونید دستاتون رو متعجب کنید. اول پشت به جریان باد بایستید و بعد به ابرها نگاه کنید. اگر ابرها دارن از پشت سر شما حرکت میکنن یا اینکه مستقیم به سمت شما میان و یا حتی اگه ثابت باشن، در نتیجه تغییری در وضع هوا نداریم. اگه اونا از چپ به راست در حرکت باشن، هوا خراب میشه، اما اگه از راست به چپ حرکت کنن، هوا بهتر میشه. پس راست به چپ بهتر میشه و چپ به راست بدتر میشه. مستقیم باشه تغییری ایجاد نمیشه، البته به شرطی که پشت سرتون به باد باشه. البته اگه در نیمه کره جنوبی باشین باید برعکس بایستیم. خیلی جالبه نه؟ درسته؟ من یه نابغه‌ام. البته این تئوری 100% درست نیست، چون آب و هوا یه مسئله خیلی پیچیده است، اما معمولاً اینجوری کار میکنه. البته این موضوع رو میتونید در مورد هر نوع پیش‌بینی هوا بگید. و احتمالاً بر فراز کوه واشنگتن ابرها از راست به چپ حرکت میکردن، چون روز بعد واقعاً تماشایی شد. خودتون ببینید چه جور تماشایی میشه. به طور غیر معمولی برای این وقت سال ابرها رفتند و آب و هوا ثبات پیدا کرده. البته فقط کم. و من دوباره برای دیدن یک چشمانداز جادویی بیرون اومدم. مردمی که این اطراف زندگی میکنن با افتخار میگن که اینجا بدترین آب و هوای روی زمین رو داره. خب نمیدونم، شاید بشه گفت سخته، اما یکم به این چشمانداز نگاه کنید، خودتون نگاه کنید. زیاد مطمئن نیستم بدترین کلمه خوبی باشه. شکی نیست که باد این مکان رو شکل داده. اینجا به حدی باد میوزه که ساختمونا رو باید با زنجیر به زمین متصل کرد. حتی یخ هم در حال پرواز منجمد شده. این نوارهای آویزان به جهت خلاف باد اشاره ندارن، بلکه به سمت اون رشد میکنن. و این هم دلیلشه. کریستال های یخ توسط باد در هوا در حرکت هم. در لحظه ای که به شیئی برخورد کنن یخ میزنن. کریستال یخ که بلند میشه به اولی متصل شده و منجمد میشه. در نتیجه این نوارها رو در جهتی که از اون طرف وزیده شدن درست میکنن. این موضوع فکری به سرم میندازه. من به روش دیگه میتونم بادو ببینم. فکر کردم وقتی به اطراف نگاه میکنیم دونه های برف زیادی هستن که روی زمین نمیافتن، بلکه توسط باد دارن حرکت میکنن و بعد به هر سطحی که در دسترس باشن میچسبن. خب میدونین من توی جیبم چند تا آب نبات دارم که میخوام توی هوا رهاشون کنم. ببینید چطوری آب نبات ها در الگوهای درهم و برهم پرواز میکنن. شما فکر میکنید که با بادی با چنین سرعت هر چیزی فقط به سرعت به دور دست ها کشیده میشه، اونم در یک خط صاف. اما اینطور نیست. اونا در هم پیچیده میشن و به عقب و جلو میرن، درست مثل امواج دریا که به ساحل برخورد میکنن. و بعد این حرکت ها کم کم به حالت مارپیچی در میان، به شکلی که دانشمندان به اون چرخاب میگن و این شکلیه که برای داستان ما حیاتیه.
چون تمامی آب و هوایی که ما نامساعد میخونیم در اطراف اونا شکل گرفتن. این درباره باد شدید نیست، بلکه درباره انواع دیگه از آب و هوا هاست که باد میتونه تولید کنه. تنوره دیو، گردبادهای دریایی، تورنادوها یا گردبادها، تمام بادهای مارپیچی بر پایه این قدرت چرخابی شکل میگیرند. حتی طوفان‌ها و تندبادها هم همان شکل مارپیچی رو دارن. اما برای اینکه ببینیم این مارپیچ‌ها چگونه به وجود میان، من میخوام یکی از عجیبترین چرخاب‌ها رو آزمایش کنم. به اون دیوار آتشین میگیم و به این دلیله که از شعله تشکیل شده. دیدن ساختار مارپیچی اون راحت تره. در اینجا احتمال پیدا کردن یکی از اونا بیشتره. جنگل خشک استرالیای غربی. پوشش گیاهی اینجا به حدی قابل احتراقه که یک کبریت معمولی یا یک رعد و برق میتونه در ثانیه‌ای اونو در شعله ها فرو ببره. در استرالیا سالانه 50,000 آتش سوزی اتفاق میفته و تقریباً تمامی اونا میتونن یک دیوار آتشین به وجود بیارن. اما به خاطر اینکه نمیشه وارد آتش شد و به خاطر اینکه عمر دیوارهای آتشین کوتاهه، دیدن یکی از اونا خیلی به ندرت اتفاق میفته. به همین دلیل بهترین روش برای دیدن یک دیوار آتشین ساختن اونه. میدونین من نمیخوام یه دیوار آتشین رو به تنهایی ایجاد کنم. به همین دلیل 2 متخصص در این زمینه رو از ژاپن برای کمک به اینجا دعوت کردم. حالا خودتون اونا رو میبینید. دکتر کازانوری توانا مهندسیه که سالها در مورد چگونگی و چرایی چرخش دیوارهای آتشین تحقیق کرده و اونا موافقت کردن که برای ایجاد یکی از اونا به ما کمک کنن. من تازه کشف کردم که این اولین باره که اونا میخوان یه دیوار بزرگ به اندازه های بزرگ ایجاد کنن. یکم نگران کننده است، مخصوصا وقتی اونا رو با سینی های فر مشغول به کار میبینیم. البته ما مسئولین آتش نشانی رو کنار خودمون داریم، اما در حال حاضر مثل این که اونا میخوان در شستشو به ما کمک کنن. زمان اونه که بفهمیم چه اتفاقی در حال رخ دادنه. خب سینیای فر چجوری کار میکنن؟ ما سعی میکنیم یه دیوار آتشین روی این ظرفای فر درست کنیم. تو اونا یه مایع قابل احتراق میریزیم. خب یعنی این مایع قابل اشتعاله؟ نه، این مایع قابل اشتعال نیست، این آبه. ما الان بهش اشتعالزا اضافه میکنیم. خیلی خب چرا اونا به این شکل ال در میان؟ چرا اونا رو به شکل ال در آوردن؟ اگه شکل آتیش کاملا متقارن باشه، حرکت در هم و بر همی رخ نمیده. برای همین ما نوعی انگیزه برای خلق حرکت پیش در پیچ احتیاج داریم. دقیقاً همینه. یعنی این شکل متقارن چیزی رو درست میکنه که ما منتظر دیدنش هستیم. بله. خیلی خوبه. و بالاخره میتونیم از دست این مگسا هم خلاص بشیم. آره دقیقاً. حالا فهمیدم چرا این تور رو جلوی صورتتون میندازین. به من گفتن ها، ولی گوش نکردم. البته این راه درستی برای کنترل حشرات و سموم نیست. ما میخوایم ببینیم که آیا این 30 ظرف فر به ما در ساختن یک چرخاب مارپیچی کمک میکنن یا نه. ما میخوایم از اینجا به این چرخاب نگاه کنیم، از اینجا. بعدش هم از بالا هم بهش یه نگاهی میندازیم. اگه بخوایم به دریابیم که چه چیزی بادو میچرخونه، باید دیده از بالا داشته باشیم. برای همین اون شخص آوردم. اون شخص خلبان پهپاده. خلبانمون اونجاست، میریم ببینیم.
هایتران مردی با 35 سال تجربه در به پرواز درآوردن دوربین‌های کنترلی. من میرم سمت اون تا اون در مورد چیزی که ما دنبالش هستیم به ما توضیحاتی بده. اگه ما یه دیوار آتشین اونجا داشته باشیم، این چرخاب مارپیچی رو من یه شات میخوام که دقیقاً بالای سر اون باشه. یعنی وقتی از این زاویه نگاه کنیم دقیقاً اینجا یه دایره داریم. یعنی تو میخوای پهپاد درست بالای آتیش قرار بگیره، درسته؟ خیلی بی‌انگیزه اینو گفتی. در اصل جوابت مثبت. آره همونی که گفتی. آره ولی میدونی مشکل چیه؟ ما با وجود این که از مواد مقاوم استفاده کردیم، اما بیشتر پهپاد از پلاستیک درست شده و تمام اون باد و دودی که از آتیش بالا میاد ممکنه پهپاد رو ذوب کنه. از کجا میفهمی که این اتفاق میفته؟ یعنی چطور باخبر میشی؟ مثلا اگه یه موقع به دود آتش خوردی و دیدی که داره اتفاق بدی میفته، میتونی ببریش بالاتر؟ یعنی بازم بالاتر؟ البته نمیدونم. نه این ثابته. بنابراین اولین چیزی که میبینیم اینه که به سمت آتیش کشیده یعنی شده. اون ثابته و اونقدر اونجا میسته تا ذوب شه؟ خیلی عجیبه نه؟ بله. خب نذار ثابت بمونه. خب یعنی نمیشه. بله. خب یعنی نمیتونی کارو
شروع به اندازه‌گیری سرعت گردباد در نزدیکی زمین بکنیم. برای فهمیدن اون ما باید 1300 مایل دیگه حرکت کنیم تا به چشماندازی غیر طوفانی در لندن اونتاریو در کانادا برسیم. و یه ساختمان جالب. من میخوام یه کاری انجام بدم که یه آدم عاقل معمولا انجام نمیده. میخوام برم داخل. وای خیلی خوبه. من اومدم تو. خودشه. من وسطشم. حالا باید بگم همونقدر که به نظر میرسه شگفت انگیزه. خیلی خوبه. بودن در گردباد یکی از شگفت انگیزترین حساس. سرم داره گیج میره. بادره با سرعت زیاد دورم میچرخه. اما من ثابتم. این یه باد در حجم زیاده، اما اگه گردباد واقعی باشه 100 برابر اینه و باد 4 یا 5 برابر سریعتر از این حرکت میکنه. اما با این حال من حس میکنم یه قدرت بیرحم و ترسناک در اطرافمه. یه قدرت بیرحم. از اینجا میتونم اونو ببینم. موهای بدنم سیخ شده، نه به خاطر اینکه اینجا سرده. من مقداری از اونو که حرکت میکنه حس میکنم. مثل این میمونه که دارم لمسش میکنم. این یه گردباد زنده است. این یه گردباد خشن و زنده است. من مقداری از اونو که حرکت میکنه حس میکنم. مثل این میمونه که واقعا دارم لمسش میکنم. خیلی جالبه. واقعا زنده است. زنده و خشن. این مرکز تحقیقاتی انرژی و محیط زیست برای مهندسی باد، یا ویندی برای خلاصه. و تنها مکان بر روی کره زمینه که میتونه حرکت واقعی یک گردباد رو کپی کنه. این کار با استفاده از 106 پنکه غول‌پیکر انجام میشه که در پشت دیوارها و سقف اولین چرخش 6 بعدی باد جهان قرار دارن. ساخت تمام این ساختمان 23 میلیون دلار هزینه داشته و حتی هنوز به طور رسمی هم افتتاح نشده. ما تقریباً اولین بازدید کننده های اون هستیم که پا به درون اینجا گذاشتیم. همین باعث میشه داشتن یک درخواست کوچک از رئیس این مرکز، پروفسور هوریا هانگان، کمی سخت بشه. حالا که وارد این مرکز شدیم، من واقعا دلم میخواد که نگاهی به سرعت این گردباد بندازم. میشه این کارو بکنیم؟ میدونید این یه آزمایشه. اشکال داره اگه یکم اینجا رو به هم بریزیم. میخوایم تحقیق بکنیم دیگه. البته فقط یکم. بعدش هم خودمون تمیزش میکنیم. اصلا شما متوجه نمیشید که ما اینجا بودیم. همه چیزو مرتب میکنیم مثل روز اولش. اشکالی نداره. میتونین یکم به هم ریختگی داشته باشین. ما یه مقدار خرت و پرت آماده کردیم که شما بندازین تو. نظرت چیه؟ خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خوشبختانه اون به ما اعتماد میکنه و فرزند 23 میلیون دلاریشو به ما میسپاره. خب
نقشه اینه که اونا لطف کردن و به ما اجازه دادن تا با گردبادشون یکم بازی کنیم. منم میخوام بیشتر روی سرعت تمرکز کنم و ببینم این باد چقدر سریعه و در حال حرکت. من اگه این توپای پینگ پونگ رو به داخل گردباد بندازم میتونم سرعتشو اندازه بگیرم. حالا شروع میکنم. برید دیگه، برید. ما فکر میکنیم گردبادا هر چیزی رو که در مسیرشون باشن به درون میکشن، اما مثل که به این سادگی هم نیست. من به اتاق کنترل برگشتم، جایی که من، پروفسور 4 ساعت نشستیم تا شاید چیزی رو پیدا کنیم که به درون گردباد پرواز کنه، اما شانسی نبود. واقعا هیچ شانسی نبود. و بعد من به یاد آبنبات‌های کوه واشنگتن افتادم. چیزی که ما نیاز داریم چیزی مسطح و سبکه. ما این فوم‌های مربعی صورتی رنگو پیدا کردیم. اونا شبیه آب نبات ها هستن، اما به خاطر اینکه بزرگتر هستن راحت تر میشه حرکتشون رو اندازه گرفت. اگه ما بتونیم این فوم ها رو در گردباد گیر بندازیم، در واقع بتونیم بلندشون کنیم و به چرخششون در بیاریم، به شرطی که بیرون نیان، میتونیم ببینیم چقدر طول میکشه تا یه دور کامل بزنن. میدونم به خیلی چیزا بستگی داره، اما بهتر امیدوار باشیم. امیدوار. من مطمئنم که انجام میشه. باید پنکه ها رو روشن کنیم. میبینی؟ درست شد. خوبه. عالیه. این درست همون چیزیه که میخواستیم. اونا وارد شدن. خب حالا که فوم‌های مربعی با موفقیت در حال چرخش هستند، حالا باید تکنولوژی ردیابی رو راه بندازیم. کامپیوتر مربع ها رو یکی بعد از دیگری دنبال میکنه، بنابراین میتونه یک سرعت متوسط برای فوم های متفاوت پیدا کنه. و این کار جواب داد. بر طبق کامپیوتر سرعت چرخش 22 مایل در ساعته و این اولین باریه که کسی گردباد نزدیک زمین رو اندازه میگیره. خب مسلماً یک گردباد واقعی 100 برابر بزرگتر و خیلی خیلی سریعتره، اما حالا ما میدونیم که میتونیم چیزایی رو که در یک گردباد مصنوعی به پرواز در میاریم و در بیاریم. خب داریم به جواب میرسیم، فقط باید اشیا رو توی گردباد واقعی به حرکت در بیاریم. میدونین مشکل اینه که چطور میتونیم اینا رو وارد یک گردباد کنیم. من که با یه سطل دم یک گردباد نمیستم، یه چیزایی رو امتحان کردم. نیروی قدرتمند و نامرئی وجود داره که در اطراف ما بدون اینکه متوجه بشیم در حرکته. نیرویی که سرمنشأ تقریباً تمام شرایط جوی نامساعد بر سیاره ماست. این نیروی باده. در این برنامه کشف میکنیم چگونه باد این آب و هوای نامساعد رو ایجاد میکنه، قادر به انجام چه کاراییه و تا چه حد سریع میتونه حرکت کنه.
ما میخوایم سرعت یک گردباد رو اندازه بگیریم. ما آتش ایجاد خواهیم کرد تا ببینیم چگونه باد تبدیل به گردبادی چرخنده میشه و اولین انسانی خواهیم شد که در وسط یک گردباد پیچان راه رفته است. میخوام برم داخلش. من میخوام یه کاری انجام بدم که یه آدم عاقل معمولا انجام نمیده. میخوام برم داخل. وای خیلی خوبه. من اومدم تو. خودشه. من وسطشم. حالا باید بگم همونقدر که به نظر میرسه شگفت‌انگیزه. خیلی خوبه. بودن در گردباد یکی از شگفت‌انگیزترین حساست. سرم داره گیج میره. بادره با سرعت زیاد دورم میچرخه، اما من ثابتم. این یه باد در حجم زیاده، اما اگه گردباد واقعی باشه 100 برابر اینه و باد 4 یا 5 برابر سریعتر از این حرکت میکنه. اما با این حال من حس میکنم یه قدرت بیرحم و ترسناک در اطرافمه. یه قدرت بیرحم. از اینجا میتونم اونو ببینم. موهای بدنم سیخ شده، نه به خاطر اینکه اینجا سرده. من مقداری از اونو که حرکت میکنه حس میکنم. مثل این میمونه که دارم لمسش میکنم. این یک گردباد زنده است. این یک گردباد خشن و زنده است. من مقداری از اونو که حرکت میکنه حس میکنم. مثل این میمونه که واقعا دارم لمسش میکنم. خیلی جالبه. واقعا زنده است. زنده و خشن. این مرکز تحقیقاتی انرژی و محیط زیست برای مهندسی باد، یا ویندی برای خلاصه. و تنها مکان بر روی کره زمینه که میتونه حرکت واقعی یک گردباد رو کپی کنه. این کار با استفاده از 106 پنکه غول‌پیکر انجام میشه که در پشت دیوارها و سقف اولین چرخش 6 بعدی باد جهان قرار داره. ساخت تمام این ساختمان 23 میلیون دلار هزینه داشته و حتی هنوز به طور رسمی هم افتتاح نشده. ما تقریباً اولین بازدید کننده های اون هستیم که پا به درون اینجا گذاشتیم. همین باعث میشه داشتن یک درخواست کوچک از رئیس این مرکز، پروفسور هوریا هانگان، کمی سخت بشه. حالا که وارد این مرکز شدیم، من واقعا دلم میخواد که نگاهی به سرعت این گردباد بندازم. میشه این کارو بکنیم؟ میدونید این یه آزمایشه. اشکال داره اگه یکم اینجا رو به هم بریزیم. میخوایم تحقیق بکنیم دیگه. البته فقط یکم. بعدش هم خودمون تمیزش میکنیم. اصلا شما متوجه نمیشید که ما اینجا بودیم. همه چیزو مرتب میکنیم مثل روز اولش. اشکالی نداره. میتونین یکم به هم ریختگی اینجا داشته باشین. ما یه مقدار خرت و پرت آماده کردیم که شما بندازین تو. نظرت چیه؟ خیلی متشکرم. خیلی ممنون. خواهش میکنم. خوشبختانه اون به ما اعتماد میکنه و فرزند 23 میلیون دلاریشو به ما میسپاره. خب، نقشه
نکتهش اینه که اونا لطف کردن و به ما اجازه دادن تا با گردبادشون یکم بازی کنیم. منم میخوام بیشتر روی سرعت تمرکز کنم و ببینم این باد چقدر سریعه و در حال حرکت. من اگه این توپای پینگ پونگ رو به داخل گردباد بندازم میتونم سرعتش رو اندازه بگیرم. حالا شروع میکنم. برید دیگه، برید. ما فکر میکنیم گردبادا هر چیزی رو که در مسیرشون باشن به درون میکشن، اما مثل که به این سادگی هم نیست. آو! من به اتاق کنترل برگشتم، جایی که من، پروفسور 4 ساعت نشستیم تا شاید چیزی رو پیدا کنیم که به درون گردباد پرواز کنه، اما شانسی نبود. واقعا هیچ شانسی نبود. و بعد من به یاد آبنبات‌های کوه واشنگتن افتادم. چیزی که ما نیاز داریم چیزی مسطح و سبکه. ما این فوم‌های مربعی صورتی رنگ رو پیدا کردیم. اونا شبیه آبنبات‌ها هستن، اما به خاطر اینکه بزرگتر هستن راحت‌تر میشه حرکتشون رو اندازه گرفت. اگه ما بتونیم این فوم‌ها رو در گردباد گیر بندازیم، در واقع بتونیم بلندشون کنیم و به چرخششون در بیاریم، به شرطی که بیرون نیان میتونیم ببینیم چقدر طول میکشه تا یه دور کامل بزنن. میدونم به خیلی چیزا بستگی داره، اما بهتر امیدوار باشیم. امیدوار و مطمئنیم که انجام میشه. باید پنکه ها رو روشن کنیم. میبینی؟ درست شد. خوبه. عالیه. این درست همون چیزیه که میخواستیم. اونا وارد شدن. خب حالا که فوم‌های مربعی با موفقیت در حال چرخش هستند، حالا باید تکنولوژی ردیابی رو راه بندازیم. کامپیوتر مربع‌ها رو یکی بعد از دیگری دنبال میکنه، بنابراین میتونه یک سرعت متوسط برای فوم‌های متفاوت پیدا کنه. و این کار جواب داد. بر طبق کامپیوتر سرعت چرخش 22 مایل در ساعته و این اولین باریه که کسی گردباد نزدیک زمین رو اندازه میگیره. خب مسلماً یک گردباد واقعی 100 برابر بزرگتر و خیلی خیلی سریعتره، اما حالا ما میدونیم که میتونیم چیزایی رو که در یک گردباد مصنوعی به پرواز در میاریم و در بیاریم. خب داریم به جواب میرسیم، فقط باید اشیا رو توی گردباد واقعی به حرکت در بیاریم. میدونین مشکل اینه که چطور میتونیم اینا رو وارد یک گردباد کنیم. من که با یه سطل دم یک گردباد نمیستم، یه چیزایی رو امتحان کردم. اما هیچ کدومشون جواب ندادن. من به کمک احتیاج دارم. بنابراین من با دانشمندی که میگه شاید راه حلی برای این کار داشته باشه ملاقات کردم. اون از من خواست که با هم در اینجا ملاقات داشته باشیم، در وسط ناکجا آباد.
این خودروی عجیب دومیناتور 3 نام داره. ماشینی دستساز و ضد گردباد و همطور که هواشناس رید تیمر توضیح میده این تنها خودرو از این نوعه. ماشین دیگه شبیه این وجود نداره. این یه دستگاه وابسته به هواشناسیه، مثل یک کاوشگر متحرک گردباد میمونه. حالا با این ماشین توی مرکز گردباد بودین؟ بله همینطوره. این دومیناتور 3 و باید بدونید که ما پارسال باهاش توی 3-4 تا گردباد رفتیم. برای اولین و دومین دومیناتور؟ نه اصلا. میدونی خدا رو شکر هنوز که سالمه. چیزی که من میخوام بدونم اینه که چطور میشه با یه دومیناتور سرعت گردباد نزدیک زمین رو اندازه گرفت؟ از یه طرف مرکز گردباد یکی از اسرارآمیزترین قسمت‌ها در علم گردباد شناسی، از طرف دیگه این بخش مهمترین قسمتیه که باید درک بشه، چون همون قسمتی که همه چیزو خراب میکنه و خسارت به بار میاره. برای همین ما این ماشین رو ساختیم تا بتونیم تا حد ممکن به اون نزدیک بشیم و حتی به داخلش بریم و اون اسرار رو کشف کنیم. پس اگه ما بتونیم وارد گردباد بشیم، تو میخوای یه چیزی توی گردباد بذاری تا بتونی سرعت چرخش باد رو اندازه بگیری، درسته؟ یعنی این کارو خودت انجام میدی؟ درسته. این تقریبا همون کاری بودش که من با فومای کوچیک در یک گردباد مصنوعی کردم. حالا میخوام یه واقعی ترش انجام بدیم. یعنی یه کار واقعی تر بکنیم. ولی فکر کنم این کار خطرناکی باشه. بله مسلما یه مقداری خطر وجود داره، ولی به عنوان یه تعقیب کننده یه طوفان باید بگم که من از 18 سالگی چندین بار به گردبادا نزدیک شدم. پس تنها یک سوال باقی میمونه. تو یه دانشمندی یا یه دیوونه و کله خراب؟ کدومش؟ یه جورایی هر دوتاش. به نظر رید بهترین فرد برای کار ما میاد. با استفاده از دومیناتور اون میتونه واقعا به یک گردباد نزدیک بشه. اون به ما گفته که چطور میخواد یک کاوشگر در وسط اون قرار بده. خب من میخوام همینجا توقف کنیم، چون درست اونجا روبروی ما 5 تا گردباد وحشتناک در سال 1995 شکل گرفت و اونها سریعترین بادی که تا به حال در دنیا ثبت شده بود و ثبت کردن. اون پایین با سرعت 300 مایل در ساعت حرکت میکرده. در کمتر از 21 ساعت 74 گردباد در ایالات اوکلاهاما و کنزاس رخ دادند. بیشترین شیوع گردباد در تاریخ، اما پرزیانبارترینشون درست در اینجا بود. فقط در 16 دقیقه از شروعش سرعت باد در این تعداد میلیاردها دلار خسارت به بار آورد. دانشمندان سرعت بادهای داخل اونو 300 مایل در ساعت تخمین زدن. اما این سرعت تمام داستان رو تعریف نمی‌کنه. این سرعت بادای بالای زمین بوده، اما خدا میدونه سرعت بادای نزدیک به زمین در این بزرگترین گردباد تاریخ چقدر بوده. دقیقاً همین جایی که ما استادیم اتفاق افتاد. پس اگه این یه اتفاق واقعاً داشت رخ میداد و اون داشت به سمت ما میامد، ما هم تو ماشین بودیم، چه اتفاقی اونجا میافتاد؟ خب اگه به جنوب غربی نگاه کنیم میبینیم که از کنار حرکت نمیکنه، بلکه داره مستقیم به سمت ما میاد. ما اون خط رو نگاه میکنیم و مطمئن میشیم که مسیر رو درست ارزیابی کردیم و بعد ماشین رو آماده میکنیم. الان خیلی سریع بهت نشون میدم. البته ما مثلا داخل شیم. باید اینجوری باشه. یعنی همین جوری دیگه ها؟ آره. و بعد ترمزایی هم که میرن داخل زمین. و اونم کاوشگر ماست. اونهاش. بعد یه چتر نجات از توش در میاد تا اونو به سمت گردباد هدایت کنه و بعد گردباد اونو به داخل خودش میکشه. خب اگه همه چی خوب پیش بره، اون کاوشگر میره توی گردباد و بعد میچرخه و اون سرعت چرخشی رو که ما میخوایم اندازه میگیره. درسته؟ آره، گردباد اونو به سمت بالا بلند میکنه و بعد چتر رو بر میداره و اونو دور خودش میچرخونه و اونم دما و فشار و رطوبت رو 5 بار در ثانیه اندازه میگیره. و تمام این اتفاقا میفته. حتما امسال این اتفاق میفته. خیلی خوب موفق باشی عزیزم. ممنونم. خب اینم از دومیناتور که میخواد نقش زنی که سطل پر از فومو به دستاش بازی کنه و پرتاب کننده‌ای که در سقف اون تعبیه شده هم کاری رو انجام میده که تیر و کمان و اسلحه پینتبال نتونستن انجام بدن. حالا تنها کاری که باید بکنیم پیدا کردن یک گردباد واقعی و پارک کردن در نزدیکی اونه. مسلماً این اتفاق ممکنه خیلی طول بکشه، برای همین ما این کارو به عهده رید و تیمش گذاشتیم و هیچ گروه فیلمبرداری با اونا نخواهند بود، فقط خودشونو دومیناتور.
این اتفاق 6 هفته طول کشید و بالاخره رید و تیمش به دیدن یک گردباد واقعی میرن. حالا باید تا میتونن به اون نزدیک بشن، به حدی نزدیک بشن که بتونن کاوش رو درست به مرکز اون شکل کنن. اما مثل این که پیدا کردن اون مرکز کار بسیار دشواریه. ای بچه ها، من دارم با جی پی اس گردباد رو ردیابی میکنم. باید 2 مایل به سمت شرق بریم. داریم میرسیم. همینجاست. گردباد میتونه حدود 70 مایل در ساعت روی زمین حرکت کنه. خیلی خب بچه ها، همینجا وایسیم. و بدون اخطار قبلی دائما جهتش رو تغییر میده. همین باعث میشه رسیدن به اون بیش از حد سخت باشه. اونم خیلی سخت. اونجاست. اونجا. و باید خیلی سریع خودشونو به اون برسن. اونجاست بچه ها، اونجا دارم میبینمش. بیاین. عمر هر گردباد به طور متوسط 5 تا 10 دقیقه است. زود باشیم بریم. اونها اون طرف. برو بهش میرسی. سریعتر. خیلی بزرگه، حدود 100 متر عرض و 1 کیلومتر ارتفاع داره. وایسا خوبه. همینجا خوبه. بیاید پایین. بدویم. خدای من. گردباد مستقیم به سمت اونا میاد. بیای تو. داره میاد. برید تو ماشین. بدویم. همه چی عالیه. درا رو ببندین. زود باشین. درا رو ببندین. زمان خوبی نیست که شیشه ی دومیناتور مشکل پیدا کنه. شیشه تو بده بالا. حاضری؟ بده بالا. شد بالاخره. خیلی خوب شد. اونا موفق شدن. کاوشگر به درون گردباد پرتاب شد. یه لحظه دیدم و از دست دادم. واقعا نفهمیدم چی شد دور و اطرافم. اما این فقط نیمی از چالش بود. حالا باید اونو پیدا کنن تا چیزایی رو که ثبت کردن بخونن. اونا منتظر میشن تا طوفان تموم بشه. بعدش به درون ویرانه ها به جستجوی کاوشگر میرن. چقدر دیگه باید بریم؟ یکم دیگه مونده. حدود 3 مایل. به دلایلی اونا نمیتونن سیگنال جی پی اس اونو دریافت کنن. بنابراین تصمیم میگیرن پیاده دنبال اون بگردن. ما اون طرف جاده بودیم و بعد اون اومد به این سمت و باید همین دور و ورا باشه. شاید پشت اون درختا یا شاید هم یکی از اون درختای اون ور. باید همین در اطراف باشه. پیداش میکنیم. باید همین دور و ورا باشه. در کمال تعجب اونو پیدا کردن. بچه‌ها پیداش کردن. اما کاوشگر خراب شده. چرخیدن در گردباد اونو از هم پاشونده و تراشه اونو بیرون آورده. اما آیا نتیجه‌ای هم در بر داشت؟
به محض اینکه پیام به من رسید برای شنیدن اون نتونستم صبر کنم. سلام رید. سلام. شما اون دستگاه رو توی گردباد گذاشتین؟ بله موفق لحظه شدیم. حساسی بود ها؟ خیلی لحظه حساسی بود، خیلی هم ترسناک بود. فهمیدم که برای این ماجراجویی خیلی پیر شدم. گوشام از فشار خیلی درد گرفته بودن. خیلی گردباد وحشتناکی بود و اون لحظه هم که دیدم کاوشگر شلیک شد خیلی هیجان زده شده بودم. پس تو الان کاوشگر رو داری. اطلاعات توی اون حفظ شدن، درسته؟ و اون چیزی که ما میخوایم سرعت گردباد در مرکز و نزدیک زمینه. آیا این اطلاعات روی کاوشگر هستن یا نه؟ مسلما روی کاوشگر هستن، اما زمانی طول میکشه که ما اونا رو بیرون بیاریم. شاید چند هفته طول بکشه، شاید هم زودتر. ما خیلی نزدیک شدیم. باید جواب بده. ما موفق میشی. خیلی خوب. امیدوارم. موفق باشی. خداحافظ. رید و تیمش موفق به انجام کاری شدن که تا به حال کسی اون رو انجام نداده. اونا موفق شدن یک کاوشگر رو به مرکز یک گردباد شلیک کنن. آره. آفرین. امروز بالاخره اونو درست کردیم و حالا برای اولین بار اطلاعات داخل گردباد رو به دست آوردیم. این برای تیم ما خیلی مهمه و حتما یه سکوی پرتاب برای اکتشافات آینده خواهد بود. این لحظه افتخارآمیز است. متاسفانه کاوشگر به حد زیادی آسیب دیده. بنابراین تصمیم میگیرن که اونو یه بار دیگه انجام بدن. ما کشف کردیم بادها چه هستند و چطور آغاز میشن. چطور میشه از اونا برای پیشبینی وضع آب و هوا استفاده کرد. ما فهمیدیم چطور باد شروع به چرخش میکنه و چطور بادهای مارپیچی اساس شرایط جوی سخت هستند. و از همه مهمتر یک قدم مونده تا یکی از اسرارآمیزترین موضوعات رو در مورد باد کشف کنیم و اون اینه که یک گردباد با چه سرعتی میچرخه. اما در حال حاضر پاسخ ما یک راز آب و هواییه.